وظیفه جدید لطیفه عزیزی در کشور امریکا که اصلا باورتان نمی شود. لطیفه عزیزی در امریکا مصروف چی کار باری است؟ دلیل دوری لطیفه عزیزی از هنر موسیقی چی بوده است؟ لطیفه در کشور امریکا قرار است فیلم بسازد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های جوان، موفق، مقبول و ناماشنای کشور بوده است. لطیفه در سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد، ولی اصلا تسلطی به سرودن آهنگ نداشت، ولی با استعداد و اعتماد به نفس خاصی که داشت و اشتراک در برنامه ستاره افغان از طرف مردم افغانستان حمایت‌های بی‌بدیل شد و توانست آهنگ‌های بیشماری بعد از ختم پروسه ستاره افغان ثبت و نشر کند. لطیفه عزیزی در کشور امریکا با یک برادرش بعد از تحولات رژیمی در کشور زندگی می کند. وی بعد از رفتنش به کشور امریکا کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد و می خواهد در کشور امریکا مانند دختران دیگر امریکایی مدلینگ کند. وی برای برندهای مختلف در امریکا مدلینگ لباس انجام می دهد و قرار است لطیفه عزیزی فیلم های جدید امریکایی برای دوستداران و طرفدارانش نشر کند. لطیفه عزیزی تاکنون در 2 فیلم امریکایی نقش بازی کرده. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این دختر خانم موفق و با استعداد افغانستان از بارگاه عزت لایزال آرزو دارم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپردم. موفق و کامگار باشید.